اما بعد از حرکت اسب توی خونه C3 خب مسلما ما به دنبال گسترش ساده برای سفید بودیم و البته میشه گفت به دنبال این طرح هستیم که بتونیم مرکز رو به خوبی در دستمون بگیریم و طرح خاصی فعلا در نظر نداریم. اما برای سیاه ما گفتیم که سیاه بعد از اینکه یکی از اسب‌ها رو در بازی‌های پوزیشنی، بازی‌هایی که بسته هستند بیرون میاره، باید اون اسب دیگه خودش رو در داخل بازی بکنه. حالا منظورم از در داخل بازی کردن و در بیرون بازی کردن اسب‌ها چی است؟ اگر ما اسبی رو بیاریم و توی عرض ششم بذاریم، توی بازی‌های پوزیشنی عمدتاً باید اسب دیگه‌مون رو بیاریم توی خونه عرض هفتم گسترش بدیم. پس اینجا که اسبش رو گذاشته توی خونه F6 باید اسب دیگه‌اش رو بذاره توی خونه D7. اما بازی فیلیدور کلاً یک تفاوت اساسی با بازی کاروکان داره. در بازی فیلیدور همواره ما این اسب رو توی خونه F6 میذاریم و اسب دیگه‌مون رو توی خونه D7. یعنی اسبی که توی خونه G8 مستقر هست انتقال پیدا میکنه به خونه F6 و اسبی که توی خونه B8 مستقر هست همواره انتقال پیدا میکنه به خونه D7. علتش چیه؟ علتش اینه که ما به دنبال C6 هستیم برای سیاه و بعد از اون حرکت D5. اما توی دفاع کاروکان این طرح به صورت مبهم هست و من حالا توصیه میکنم که وقتی وارد دفاع کاروکان میشیم سعیمون بر این باشه که این اسب‌ها را حالا نه خیلی دیر بلکه میشه گفت در زمانی که حالا مناسب هست این اسب‌ها رو بیاریم بیرون و جایگاهشون رو مشخص بکنیم. اما باید حواسمون باشه چون بازی‌های پوزیشنی هستن و پوزیشنی هستن باید سعیمون بر این باشه که این اسب‌ها رو نگه داریم و در موقعیت مناسب اسب‌ها رو بیرون بیاریم. ولی توی دفاع فیلیدور باید تازه عجله بکنیم و توی همون قسمت‌های اولیه شروع بازی جایگاه اسب‌ها رو مشخص بکنیم. بعد از اینکه اسب انتقال پیدا کرد به خونه F6 ما باید اسب رو انتقال بدیم به خونه D7. فیل میاد توی خونه C4 مستقر میشه، فیل توی خونه E7. خب میشه گفت طرح‌های سیسیلی هست تا اینجای کار. ما قلعه میریم، حریف هم قلعه میره، فیل انتقال پیدا میکنه به خونه E3. یعنی دقیقاً همون طرح‌هایی که حالا ما توی شاخه‌های دیگه دفاع فیلیدور و البته سیسیلی داشتیم. و اما حالا نوبت حرکت با سیاه هست. عمده افراد این حرکت پیاده توی خونه C6 رو انجام نمیدن مگر تا ریتینگ های 1600. یعنی بین ریتینگ افراد بدون ریتینگ تا ریتینگ 1600 این حرکت پیاده توی خونه C6 رو نمیبینن، انجام نمیدن، در صورت که این یکی از طرح‌های اساسی و اصلی دفاع فیلیدور هستش. اما بعد از ریتینگ های 1600 میشه گفت تقریبا این دانش شروع بازیشون در شاخه فیلیدور دیگه تکمیل هست. پس بنابراین این طرح پیاده توی خونه C6 رو میبینن و فیل انتقال پیدا میکنه به خونه B3. هرچند طرح دیگه‌ای هم هست مثل انتقال پیاده توی خونه A4 و طرح‌های مختلف دیگه. اما حالا اون حرکت که ما انتخاب کردیم فیل توی خونه B3 هست چون میشه گفت از نظر دانش شروع بازی توی مکتب‌های مختلف مورد تایید واقع شده. بعد از اون حرکت فیل توی خونه B3 کاری که سیاه میتونه انجام بده خب دقیقاً طرح‌های دفاع سیسیلی هست و البته یک کمی هم میشه گفت کاروکان. پس بنابراین اون وزیری که توی خونه D8 هست رو انتقال میده به خونه C7. به دنبال این هست که حرکت D5 رو انجام بده با وزیر و با کمک اسبی که توی خونه D7 هست از پیاده‌ای که توی خونه E5 مستقر شده میشه گفت دفاع بکنه. پس بنابراین حرکت سوم اگر اسب توی خونه F6 بود یک حرکت خوب هستش و بهترین حرکت یا بهترین شاخه برای سیاه هست. حرکت F5 در حرکت سوم میشه گفت یک حرکت بد هست به شرطی که ما پیاده رو قبلش انتقال داده باشیم به خونه D4 و البته شاخه تعویض یا ترک مرکز هم که در اول کار با هم بررسی کردیم. اما عمده هنرجوها و حالا افرادی که من باشون آموزش داشتم این اشتباه رو میکنن که بعد از E4 E5 از توی خونه F3 D6 D4 که اینجا ما بخوایم بیان بهتری داشته باشیم این انتقال پیاده توی خونه D4 اگر انجام نشه میشه گفت سفید یک طرح میشه گفت قربانی داره و توی بازی های کوتاه عمدتاً اون رو شما هم شاید دیده باشید.